سلام به همه شما هموطنای خوب و با صفای خودم. 2-3 روز بیشتر تا گرد همایی پاریس نمونده و اشرف نشونا سخت درگیرن. با این حال فرصت موشکافی رو نمیشه از دست داد. امشب میخوام دوباره برم تو کار گزارشگری و یه گزارش جمع جور از بزن علی گدا با اکبر کوسه تقدیمتون کنم. اگه یادتون باشه علی گدا سر قبر دجال یه جفت سیلی آخوندی واسه کوسه سرو کرد. اگر ملت ایران بخواهد به اون هدفها برسد، بخواهد این راه را ادامه بدهد، باید راه امام بزرگوار را درست بشناسد، اصول او را درست بشناسد، نگذارد شخصیت امام را تحریف کنند که تحریف شخصیت امام تحریف راه امام و منحرف کردن مسیر صراط مستقیم ملت ایران است. اینی که بعضی در زبان یا در شعار دنبال آزادی‌های فردی باشند اما علیه استقلال کشور حرف بزنند، این یک تناقض است. اگه این حرفای علی گدا رو ببرید بورکینافاسو، نشون یه بچه 5 ساله بدید، بگید منظورش کی بوده، بچه درجا میگه اکبر کوسه. یعنی میخوام بگم علی گدا به تابلوترین شکل ممکن به اکبر کوسه تاخت تا حاجی خاطره رو خلع اصلاح کنه و بهش بگه خاطر بازی رو جمع کن، اینقدر واسه پنچر کردن ولایت تئوری سازی نکن. متاسفانه هستند کسانی که تئوری سازی میکنن برای نفی استقلال کشور، تئوری سازی میکنن و حرف میزنن. این حرفا هم پخش میشه در بین جامعه. کسانی اینجوری حرکت میکنن. این یک غلط بزرگ، یک خطای بسیار مهم و خطرناک است. ورق پاره های باند ولایت هم که روزانه تو کار لنگ و لگد زدن به کوسن، عربده کشی علی گدا رو تو هوا زدن و شروع کردن به پاچه‌گیری از جماعت کوسه. شریعت نداری هم طبق معمول خودشو انداخت وسط و شروع کرد به داد و بیداد. آنها کسانی هستند که روزگاری با انقلاب همراه بودند، اما به تدریج به تعبیر رهبر انقلاب چرب و شیرین دنیا را چشیدند و تدریجاً ارتباطات بیمار و بعضاً آلوده‌ای برای خود فراهم ساختند. از اون طرف اکبر کوسن سگ و سیله هاشو تیر کرد تا بیان وسط میدون و یه ذره چشمی از علی گدا و نوچه‌اش بگیرن. این روزها بزرگ و کوچک جریان مخالف هاشمی رفسنجانی شمشیر خود را برای رئیس جمهور سابق ایران از رو کشیدند. خزعلی میگوید اگر آقای هاشمی بخواهد روی کار بیاید، من بمیرم و زمان ایشان را نبینم. این سوال پیش می آید که چرا هاشمی از صحنه سیاسی ایران کنار نمی رود تا دیگر شاهد این همه هجمه نباشد. او بر اساس تجربه 30 ساله خود به این نتیجه رسیده است که برای جلوگیری از به قدرت رسیدن جریان‌های افراطی خود وارد صحنه شود و بازی را به نفع اعتدالگرایان تغییر دهد. یعنی که بچرخ تا بچرخی. کوسه به این سادگی از تاج اکبرشاهی دست بر نمیداره. میخواد بازی رو به نفع جام زهریا تغییر بده. تازه این فقط حرف یکی از ورق پاراش بود. از اون مهمتر به صحنه اومدن داداش کوچیکه شیخ اکبر و شاخشونه کشیدنش واسه علی گداست. محمد هاشمی رفسنجانی. هاشمی رفسنجانی در همه فرازها و فرودها پاپس نکشیدند و سینهشان گنجینه اسرار نظام است. دلیل اینکه آقای هاشمی در برخی برهه ها مطالبی را نقل می کنند اتفاقاً برای روشنگری جامعه درباره موضوعاتی است که احساس می کنند عده‌ای سعی دارند خلاف آن را به مردم القا کنند. کارشکنان از این مسائل هراسناک هستند.
ایشان اطلاعاتی دارند و میگویند اگر بگویم اتفاقاتی میافتد. منظورش اینه که اگه پاش بیفته پته علیگدا رو میریزم رو آب و اسرار ولی فقیه یه شبه رو لو میدم. باند علیگدا هم که میدونه اگه کار به جای باریک بکشه وضعیت بیریخ میشه، دنبال اینه که یه جوری از کوسه گزک بگیره و مهراشو بده دم تیغ. یه نمونهش دراز کردن پسر جنتی به بهونه سانسور اخبار مربوط به دزدی وزارت نفته. خلاصه سوال: علت ایجاد محدودیت در آزادی بیان چیست؟ قسمت اصلی بحث سوال کنندگان محترم هست این بحث کرسنت هست. از 2 سال قبل شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که نه مقامات، نمایندگان محترم، وزرا، مسئولان کشور حق دارن راجع به این کرسنت اظهار نظر بکنن و نه مطبوعات حق دارن. رسما مصوبه شورای عالی امنیت ملی این هست که مطبوعات حق ندارن به این مقوله بپردازن. خلاصه که این کشمکش عظما و کوسه به یه زخم کهنه برمیگرده. این زوج متضاد جدایی ناپذیر تا لحظه‌ای که برن تو تابوت به هم میپیچن و استخون همدیگه رو میجوئن. هر چقدر که بزبیاری‌های نظام بیشتر میشه و فشار تحریم و ضرب الاجل و مذاکرات و این حرفا بالا میگیره، جنگ و دعواهای اینا هم بیشتر میشه. این آخر عاقبت حکومت گرگ ها. بفرما.